کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 7 ایون سال 2022 در ولایت ختلان جسد باز دو نفر را از آب بیرون آوردند. طبق معلومات ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان روز 7 ایون تخمیناً ساعت 13:45 دقیقه کارمندان فرودگاه شهر بختر از روی آب نمودار شدن جسد یک دختر در قلمرو جماعت شهرک بوستانقلعه نویه کوشانیان خبر دادند. دسته نجات ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان فوراً به جای حادثه حاضر شده است و جسد را از آب برآورده به ساختارهای دخلدار سپرده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت معلوم گردید که مرحوم ساکن شهر لیوکن کوچه ترسونزاده خواننده صنف 6 مکتب میانه رقم 14 بوده همگی 13 سال داشته است. بنا به معلومات رسیده این دختر نابالغ روز 1 ایون در آب دریای وخش در حدود شهر لیوکن جماعت دیهات وحدت دهه نورافشان غرق شده بود. سبب مرگ دختر نابالغ از جانب مقامات صلاحیت‌دار تحقیق می شود. همچنین روز 6 ایون از ناپدید شدن یک ساکن 51 ساله دهه سر راه جماعت شهرک بلخ نویه بلخی خبر رسیده بود. بعد پرسجوی شاهدان و راه اندازی کارهای جستجویی سر و لباس او را در ساحل کانال قمسگیر در موضع نویه بلخی پیدا نمودند. روز 7 ایون سال 2022 در نتیجه کارهای جستجویی از جانب نیروهای غیر حربی و دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست ولایت‌های فوق‌العاده ولایت ختلان جسد این مرد را 1500 متر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کردند و به خویشاوندانش سپردند. سبب غرق شدن این مرد نیز معلوم نیست. تنها از اول ماه ایون الکی درباره غرق شدن دست کم 5 نفر خبرها نشر شدند. به حساب کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اول سال جاری الکی بیش از 30 نفر اکثرا نابالغان در رود و کوههای تاجیکستان غرق شدند.